برنامه ما زنان نگاه تاریخی دارد بر جنبش زنان در جهان، ایران و کردستان و همچنین به معرفی اندیشه فکری و فلسفی زنان می‌پردازد. این برنامه شامل بخش‌هایی از گزارش و رویدادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، پزشکی و معرفی زنان نامدار در تمام عرصه‌ها در جهان میباشد. کانون مدافعان حقوق بشر نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه 2 بازپرسی دادسرای شهید مقدس اوین احضار شد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم محمدی بر اساس احضاریه‌ای که دریافت کرده است، باید روز شنبه 17 آبان ماه 1393 به شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین مراجعه کند. نرگس محمدی در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1393 و بعد از ملاقات با کاترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اخطاری مبنی بر ممنوع الخروجی دریافت کرد که در آن گفته شده بود اتهام‌هایی متوجه اوست. خانم اشتون 17 اسفند ماه 1392 برای انجام یک دیدار رسمی با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرده بود که در این سفر با چند تن از فعالان مدنی نیز دیدار داشته. خانم محمدی 11 خرداد ماه 1393 به شعبه 2 بازپرسی دادسرای شهید مقدس احضار و از او برای چند ساعت بازجویی شد. بار دیگر او در 19 مرداد ماه 1393 احضار و بازجویی شد. در این احضاریه آخرین دفاع توسط بازپرس شعبه او اخذ شد. نرگس محمدی در خرداد ماه 1398 و پس از گذشت یک سال از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1988 در منزلش در تهران بازداشت و در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان محکوم شد. او در سال 91 مجددا بازداشت و بعد از چند روز به طور غیرقانونی برای تحمل حبس به زندان زنجان منتقل شد و سپس در پی بیماری به مرخصی آمد. محمدی احضاری دریافت کرده که باید بر اساس آن روز شنبه ساعت 9 صبح در شعبه 2 دادسرای شهید مقدس اوین احضار شود. گزارش وضعیت زنان کارگر در ایران. نرخ بیکاری در زنان 3 برابر میانگین کشور. معدود کشورهایی در جهان وجود دارند که وضعیت اشتغالزایی برای زنان در آنها نامناسبتر از ایران باشد. در زمینه اشتغالزایی و ایجاد شغل در میان 113 کشوری که مورد بررسی قرار گرفته، ایران در رده 103 و در میانگین 33 کشور آسیایی و در رده 29 قرار گرفته است. بنابر آخرین آمار از بازار کار ایران، از 34 میلیون شاغل در ایران تنها 5 میلیون نفر زن هستند و 34% بیکاران کشور را زنان تشکیل می‌دهند. یک عضو اتحادیه کارگران در این باره گفت که در حال حاضر بیش از 70% زنان شاغل در وضعیت نامناسب کاری به سر میبرند و دستمزدهای بسیار کمی را دریافت می‌کنند. وجود بیش از 1,040,000 زن سرپرست خانواده در ایران. با توجه به اینکه رژیم ایران و مرکز آمار هیچ وقت آمار دقیق از زنان سرپرست خانواده ارائه نمی‌دهد، اما این آمار نشان دهنده وضعیت تعصب‌باری میباشد که همکنون زنان سرپرست خانوار و کارگران با آنان دست و پنجه نرم می‌کنند. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و دیگر برنامه‌های ضد مردمی در سال‌های اخیر باعث تورم شدید در بازارها و فقر بیشتر در جامعه شده است. ضمن تأکید بر اینکه زنان سرپرست خانوار و بی سرپرست، به خصوص زنان ساکن روستاها، در هیچ گونه آمار رسمی کشور جایی ندارند، برخی از فعالین امور زنان و کارگری از وجود بیش از 1,200,000 زن سرپرست خانواده خبر دادند که در این میان اکثر آنان بیکار یا به کارهای دستفروشی و شغلهای کاذب مشغول هستند. وضعیت دشوار زنان فروشنده. با توجه به درهای نیمه بسته بازار کار ایران برای زنان، هیچ وقت زنان همانند مردان نتوانستند در انجام بسیاری از امور همکار شوند و باید بر این نیز تأکید کرد که زنان با توجه به وضعیت اشتغال نامناسبشان تقریباً ضعف اقتصاد ایران و ماهیت تجاری آن باعث شده است که نیروی کار زنان از بخش تولیدی به سمت‌های بخش‌های بازرگانی به خصوص خدمات رانده شود.
این عامل سبب شده است که زنان کارگر نیروی کار خود را با قیمتی پایینتر از مردان در معرض فروش قرار دهند. زندگی مشقتبار و تبعیض و خشونت روزمره علیه زنان کارگر با وجود وضعیت نامناسب اقتصادی ایران و ورشکستگی بسیاری از نهادهای تولیدی و خدماتی، کارگران در شرایط کاری نامناسبی قرار دارند. در این میان کارگران زنان اولین کسانی هستند که برای تعدیل نیرو از کار اخراج می شوند و با نابرابری دستمزد و نبود بیمه و دیگر مشکلات دست به گریبانند. در تقسیم کار اجتماعی در ایران زنان مشاغلی کم درآمد و پرزحمت‌تر دارند و همچنین در حالت تشابه کار زنان با مردان نیز زنان دستمزدهای کمتری دریافت خواهند نمود. زندگی مشقتبار و زیر خط فقر همراه با عدم امنیت شغلی و دغدغه امکانات اولیه زندگی اهم از پوشاک و خوراک و مسکن که روزمره در حال افزایش می باشد، واقعیتی دردناک برای زندگی قشر کارگر زنان و جامعه به خصوص زنان کارگر می باشد. 10 زن برتر ادبیات جهان. ادبیات جهان امروزه شاهد حضور زنانی است که خالق شخصیت‌ها و داستان‌های جاودانی هستند. میراث هزاران ساله‌ای که مادر بزرگان ما برای ما زنان به جا گذاشتند، اکنون بیش از هر زمانی دیگری به شکوفایی رسیده است. در این بخش با نویسندگان زنی آشنا می‌شویم که آثارشان در چندین میلیون نسخه منتشر شده و به فروش رسیده است. جی کی لورنگ با ساختن دنیای بی‌نظیر و منحصر به فرد جادوگران هواگراتز مخاطبان میلیونیش را شیفته هری پاتر کرد. ایده ساختن و پرداختن این دنیای شگفت‌انگیز به گفته خود لورنگ در قطاری که از منچستر به سمت لندن میرفت در ذهن لورنگ جا گرفت. این سری کتاب‌ها که سرشار از هیجان و تعریف دوباره پیکار همیشگی خوب و بد است، نویسنده‌اش را به اوج ثروت و شهرت رسانده. امروزه جی کی لورنگ با ثروتی از طریق فروش مجموعه کتاب‌هایش به دست آورده، جایگاه بسیار خوبی در میان نویسندگان زن به دست آورده است. لورنگ جوایز آکادمیک معتبر و بیشماری را از دانشگاه‌های فرانسه به دست آورده است و مدرک افتخاری را از دانشگاه‌هایی مثل اگرستر، سنت اندروس، ادینبرگ، هاوارد، دارتموت کالج، ابردین و دیگر دانشگاه‌ها را به دست آورده است. همچنین سایر جوایز لورنگ شامل جایزه بهترین نویسنده سال و بهترین نویسنده در تمام سالها بوده است. کتاب‌های لورنگ 450 میلیون نسخه به فروش رسیده است. دانیل استیل پرفروشترین نویسنده معاصر و 8مین نویسنده تمام دوران که کتاب‌های پرفروش می‌نویسد. تا کنون بیش از 800 میلیون نسخه از داستان‌های دانیل استیل در ژنرال درام و رمان فروخته شدند. رمان‌های او 390 هفته به صورت پی در پی در لیست پرفروشترین های نیویورک تایمز به چاپ رسیده است و 22 اثر تلویزیونی و سینمایی از آثار او اقتباس شده است. هرچند کتاب های این نویسنده نماد ادبیات عامه پسند به نظر بسیاری از صاحب نظران کم ارزش است، اما میلیون ها نفر تاکنون کتاب های او را خریده و خوانده اند. تونی موسون با کسب 2 جایزه مهم نوبل و پولیتزر یکی از مهمترین نویسندگان سیاه‌پوست به شمار می آید. وی رمان نویس و استاد دانشگاه است و بیشتر برای آثاری چون آبی ترین چشمها، ترانه ساملون و محبوبه که فیلمی با اقتباس از آن تهیه شده معروف است. جاناتان دمی خالق سکوت بره‌ها اقتباس سینمایی از رمان محبوبه ساخته است که در محافل سینمایی مورد توجه قرار گرفته. استفانی میر به دلیل کتاب‌های عاشقانه‌ای است. سری کتاب‌هایی که بر اساس کتاب‌های مهمیر ساخته شده جزو محبوب‌ترین فیلم‌های رمانتیک است که تاکنون چندین میلیون دلار و کتاب‌هایش 100 میلیون نسخه فروش داشته است. مری هنریت کلارک هر 24 کتاب او جزو پرفروشترین بوده و اولین رمانش بچه‌ها کجا هستند به چاپ 75م رسیده است.
مایا آنجلو پررنگترین زندگی نامه نویس زن سیاه‌پوست آمریکایی است. تاکنون بیش از 30 مدرک افتخاری و جوایز بیشماری در زمینه ادبیات، هنر و آزادی به دست آورده است. بیشتر شهرت آنجول به خاطر 6 کتاب زندگی نامه اوست. عمده شهرت آلیس واکر برای رمان رنگ بنفش، یعنی همان کتابی که به خاطرش برنده پولتریز شده است، این نویسنده و شاعر به صورت ملموسی از نژاد پرستی، تبعیض جنسیتی می نویسد. فیلمی که به همین نام از این کتاب اقتباس شده نیز با بازی اپرا فری از موفق ترین فیلم هایی است که در مورد سیاه‌پوستان ساخته شده و اسکار نیز دریافت کرده است. جونپا لاهری، نویسنده آمریکایی هندی، تبار برنده جایزه پولتریز برای اولین مجموعه داستان‌های مترجم دردهاست. او زندگی روزمره مهاجران آسیایی تبار را به زیبایی به تصویر می‌کشد. عمده محبوبیت او در میان اروپایی‌ها و مردم خاورمیانه است. جوئیس کارول اوتوس بعد از اولین کتابش در سال 1963 بیش از 50 رمان در زمینه تبعیض جنسیتی، تبعیض نژادی، خشونت و لایه‌های تاریک زندگی بشر به چاپ رسانده است. او نمونه یک نویسنده روشنفکر زن است که دغدغه‌های خاصی را در کتاب‌هایش دنبال می‌کند. ممکن است از نوشته‌های او لذت نبرید، اما نمی‌توانید هوشمندی و دقت و ظرافت آثارش را نادیده بگیرید. ایزابل آلنده مانند دیگر نویسندگان لاتین مارکرز یه دنیای جادویی از زندگی مردم آمریکای لاتین، خصوصا زنان، خلق می کند. در سال 1981 زمانی که پدر بزرگش در بستر بیماری بود، ایزابل نگاشتن نامه‌ای را به وی شروع کرد که دستمایه رمان خانه ارواح شد و رمان پائولا بر اساس نامه‌ای که او خطاب به دخترش پائولا که پس از تزریق اشتباه دارو به کما رفته بود نوشته است. رمان‌های آلنده بیش از 30 زبان ترجمه شده و کتاب‌های او را به عنوان پرخواننده‌ترین نوشته‌های اسپانیایی معرفی می‌کند. این نویسنده محبوب به خصوص پس از اقتباس سینمایی پرستاره از کتاب خانه ارواح از شهرتی مضاعف برخوردار شد. نسبت فامیلی او با سالوادور آلنده، رئیس جمهور فقید شیلی نیز به حاله جذاب اطراف زندگی ایزابل آلنده افزود. چگونه مسئله زنان در ایران سیاسی شد؟ آغاز دوره مدرناسیون در ایران 1925 تا 1941 همراه با ناسیونالیسم دولتی و تحمیل الگوهای جنسیتی بود که نه به قصد توانمندسازی زنان بلکه به منظور تغییر فضاهای عمومی از فرم سنتی به مدرن صورت می گرفت. بیشترین چیزی که می توانست فضاهای عمومی را تغییر داده و جداسازی محیطهای عمومی را که به طور سنتی در ایران وجود داشت از بین ببرد، کشف اجباری حجاب از زنان بود. این اقدام نه تنها باعث اکسیمه شدن الگوهای جنسی و جنسیتی زنان در دو سمت، زن سنتی و زن مدرن گردید، بلکه باعث شد تا اسلامگرایان مدرناسیون را دشمن اصلی خود بدانند و بدنی سنتی جامعه را از طریق تقویت الگوهای جنسیتی سنتی به مخالفت و جنگی پنهان با رژیم وقت وادارند. بنابراین موضوع جنس و جنسیت در ایران از همان زمان سیاسی شده و چگونگی برخورد با الگوهای جنسیتی و حتی نحوه آموزش‌های جنسیتی به یکی از نمادهای قدرت سیاسی مبدل گردید. نتیجه چنین چالش‌هایی در طول چند دهه منجر به ایجاد دو گفتمان رقیب، یعنی گفتمان اسلامگرایی و گفتمان مدرناسیون در خصوص الگوهای جنسیتی گردید که انعکاس عملی آن در سطح جامعه پیدایش دو الگوی غالب و متضاد جنسیتی از زنان بود: زن غرب زده یا عروسک فرنگی و زن سنتی یا امول. یکی از مهمترین شاخصهای انقلاب 57 که نیروهای عمده آن را ملیگرایان، چپگرایان و اسلامگرایان انقلابی تشکیل می‌دادند، مخالفت با دو الگوی جنسیتی غرب زده و سنتی و جایگزینی الگوی زن انقلابی به جای آن بود. زن انقلابی مانند مردان لباس پوشیده و فاقد تمایلات زنانه و ظواهر جنسی بود.
اما پس از انقلاب و با روی کار آمدن اسلامگرایان، الگوی بیجنس شده زن انقلابی همچنان به عنوان یک الگوی موفق مورد استفاده حکومت قرار گرفته و با دانستن بی‌تفاوتی زنان نسبت به زنانگی خود، حجاب را به عنوان سمبل حذف بدن زن در عرصه‌های عمومی اجباری کرد. اجباری کردن حجاب، جدا ساختن فضاهای عمومی و آموزشی، اجرای احکام فقهی در مورد حقوق مدنی و جزایی مربوط به زنان، اولین اقدامات حکومت نوپا برای تغییر فضای سیاسی و اعطای نوعی هویت مذهبی به جامعه ایران به شمار می‌رفت. این اقدامات نشان می‌دهد که دولت مردان تا چه حد کنترل روابط جنسیتی را یکی از عناصر کلیدی هویت بخش و نشانه اقتدار خود می‌دانند و تا چه اندازه ایدئولوژی آنها جنبه سیکستین داشته است. هرچند که اولین سیاست‌های جنسیتی اسلامگرایان معطوف به تغییر چهره‌های فضای عمومی و تغییر روابط اجتماعی زنان و مردان بوده، اما همان زمان استراتژی بلند مدت نهادینه سازی الگوهای جنسیتی از طریق آموزش عمومی و اسلامی کردن مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها آغاز گردید. دوره حکومت اسلامی ایران را به 3 دوره میتوان تقسیم نمود: دوره اسلامیزاسیون انقلابی، دوره اصلاحات و توسعه سیاسی، اقتصادی و دوره نوبنیادگرایی. تأثیر هر یک از این دوره‌ها بر الگوی جنسیتی حائز اهمیت است. در حالی که در دوره اول نظام آموزشی تحت تأثیر الگوهای جنسیتی انقلابی است، در دوره اصلاحات الگوهای جنسیتی توسط فعالان زن به گفتار توسعه اسلامیزه کردن مفاهیمی مانند برابری و عدالت جنسیتی نزدیک شده و برای نخستین بار موضوع مطالعات زنان مورد توجه حکومت قرار گرفته و وارد دانشگاه و مراکز آموزشی حوزه‌های علمیه می شود. دوره نوبنیادگری مختص دهه اخیر است و مهمترین تفاوت آن با دوره‌های قبلی نهادینه کردن سیاست‌های بنیادگرایانه جنسی در سازوکارهای حکومتی است. در این سیاست‌ها دانشگاه‌ها، مراکز مطالعاتی مورد هدف قرار گرفته و رشته‌های آموزشی مطالعات زنان به عنوان یکی از بسترهای مناسب برای تدوین دیدگاه‌های جنسیتی حکومت دچار تغییرات واپسگرایانه جدی شده است. همکنون دانشگاه‌ها و مراکز مطالعات زنان توسط اساتیدی که سالها در حوزه‌های علمی روش‌های برخورد با فمینیست‌ها و مکاتب جنسیتی را آموختند اداره می‌شود. با این وجود از 3 دهه پیش تا کنون ظهور تغییر پدیده‌هایی مانند رشد تحصیلات، تغییر الگوهای اشتغال، مهاجرت، تغییرات جمعیتی، تغییرات در طبقات اجتماعی، توسعه نامتوازن از اقتصادی و سیاسی، پیشرفت ارتباطات و گسترش فضای مجازی از مهمترین عوامل تغییر الگوهای جنسیتی به شمار می‌آیند. همچنین پیدایش جامعه مدنی و به ویژه رویت پذیر شدن جنبش زنان در دهه اخیر از عوامل مهم به چالش کشیدن ساختارهای جنسیتی حکومت، ارائه الگوهای جایگزین جنسیتی و نقد سیاست‌های جنسیتی حکومت است.